سیرقلیه یکی از غذاهای قدیمی و اصیل گیلانیه که کمتر کسی پیدا میشه که اونو تست کرده باشه و عاشقش نشده باشه. این خورشت خوشمزه به روش‌های مختلفی درست میشه و من بهنام رستمی امروز میخوام قدیمی ترین روش برای درست کردن اون رو بهتون بگم. پس با من همراه باشین. اول تیکه های مرغ رو به نمک، فلفل سیاه و زردچوبه آغشته میکنیم تا حین سرخ شدن مرغ خیلی خوشمزه تر بشه. حالا توی قابلمه که من از یمج ظرف سفالی شمالی استفاده میکنم روغن میریزیم و وقتی داغ شد دو طرف مرغ رو توش سرخ میکنیم تا با این کار هم حالت خودش رو حین پخت توی خورشت حفظ کنه، هم با سرخ شدن لذیذتر بشه. بعد لپه هایی رو که از شب قبل خیس کردیم حدوداً 1 دقیقه کنار مرغ های سرخ شدمون تفت میدیم. البته نه اونقدری که سفت بشن، همون حدود 1 دقیقه. حالا 2 لیوان آب جوش میریزیم روش و مرغ و لپه باید با حرارت ملایم و در بسته حدود 1 ساعت بپزن. حالا بریم سراغ برگ سیر. گیلانی ها به 2 دلیل سیر میکارن، یکی برای استفاده از بوته سیر و یکی هم این برگ های تازه سیر که روش کاشتش رو هم قبلا توی هایلایت کاشت سیر بهتون یاد دادم. به این صورت باید برگ سیرها رو ریز خورد کنین، هرچی ریزتر بهتر. حالا اول بدون روغن 3 دقیقه تفتشون بدین تا آب اضافهشون کشیده بشه و بعد کمی روغن بریزین توش و حدود 1 رو برگ سیرها رو سرخ کنین و حواستونم باشه که برگ سیرها نسوزن و تلخ نشن. حالا 2 یا 3 تا تخم مرغ رو بشکنین توی یه ظرف و همشون بزنین تا بافتشون از هم باز بشه و بعد به برگ سیرهای سرخ شده و خوش عطرتون اضافهش کنین تا تخم مرغ ها ببندن و کاملا یک دست بچسبن به برگ سیرها. به این صورت به به به، نمیدونین چه عطری پیچیده توی خونه. حالا میریم سر وقت مرغ هامون که 20 دقیقه‌ای پختن و برگ سیرها و تخم مرغ رو بهش اضافه میکنیم و دیگه فقط کافیه خورشت سیرقلیه‌مون حدود 40 دقیقه با در بسته بپزه و جا بیفته و آماده خوردن بشه. به نگم براتون که چه غذای لذیذیه این سیرقلیه. البته اصل این غذا هیچ چاشنی ترشی نداره، ولی من به تجربه بهتون پیشنهاد میکنم یه رو به آخر کمی آب نارنج بهش اضافه کنین تا ببینید چقدر خوشمزه تر میشه. امیدوارم خیلی زود این غذای گیلانی رو درست کنید و در کنار عزیزانتون از خوردنش لذت ببرید و بهشت زیر دست آشپزهاست و بس نوش جانتون. حالا بریم سراغ مقدار مواد لازم خورشت سیرقلیه برای 3 الی 4 نفر. مرغ به مقدار لازم، برگ سیر 3 دسته، تخم مرغ 3 عدد، لپه 4 قاشق غذاخوری، نمک، فلفل، زردچوبه و پیشنهاد ویژه منم 3 قاشق غذاخوری آب نارنجه که با اون این خورشت خیلی خوشمزه تر میشه. خیلی ممنون که تا اینجا با من همراه بودین. امیدوارم این آموزش رو هم دوست داشته باشین و درستش کنید و لذتش رو ببرید. برای دیدن کلی آموزش محلی و سنتی دیگه هم میتونید وارد پیجم بشید و سابسکرایبش کنین و زنگوله بغلش رو هم فعال کنین تا هر وقت پست جدیدی میذارم یوتیوب بهتون نشونش بده. تا یه آموزش خوشمزه دیگه خیلی مراقب خودتون باشید. فعلا خداحافظ.